همه ذرات کوانتومی دارای کیفیاتی از ذهن هستند. هر شیئی تجمعی از الکترون ها و برهم نهاده‌ای از ذهنهای ذرات هستند. سنگ ها و عناصر و یا ترکیبی از این یکپارچگی ها منجر به تولید ذهنهای پیچیده در نباتات، حیوانات و انسانها گردیده. ذهن انسان همچون کالبدی همه بدن را پوشانیده، اما کیفیاتی از تفکر و پیچیدگی های ذهنی و تبادلات اطلاعات در مغز حس می شود. اما کیفیاتی اولیه از حواس و ادراک درونی چون ذوق، شوق، ترس و عشق در نزدیکی قفسه سینه و قلب حس می شود. پس آنچه کالبد روانی میگویند چیز جدایی نیست و تنها شکل اولیه و پایه از ذهن غریزی و طبیعی ماست. فرضیه پانسایکیزم یا همه ذهن انگاری یا همه جان انگاری با فرگشت و رفتارهای هوشمندانه و کوانتومی الکترون ها تطابق دارد.